سلام بچه‌ها، من روباتیکار سیستم و خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. بچه‌ها قراره یه دونه میشه گفت زنگ هشدار، زنگ تفریح، همه چی میتونی شما بهش بدی، یه دونه زنگ بسازیم که با یه دونه کلید روشن بشه و با یه دونه کلید خاموش بشه. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها، یه نفر یه مهمون خیلی یهویی داریم به نام آقای رادین. ویژم هست. سلام. کاری خیلی ها میکرد. سلام بچه‌ها، چطوره؟ نه رادین رو چنگ کرد اولین باره. بگو وادم چه داداش یه ذره آروم. میکروفون بچه‌ها بچه‌شون ترکی میکروفون هاشون تو دلم بود. فکر کن یکی هست. سلام بچه‌ها، تو دلم خوبی؟ نکن خب یکی هست. آره کار میشه. به فنا. خب بچه‌ها، حالا مسائلی که نیاز داریم چیه حالا برای زنگ هشدار؟ یک عدد موتور. بفرمایید. چرا میدی من؟ خب بده تو بردار. یک عدد زنگ. میگم این به کارمون میاد. نه برای بعدا اینا میگی. یک عدد پایه زنگ. خب چرا زنگ و پایش جدا؟ نمیدونم. یه دونه صفحه نمیده ایلیا. زنگ خرابه. خب چیزش این دستازه داداش. بچه یه سیبی افتاده، دقیقه صبر کنید. یه دونه نبشی فقط رد شد. یه دونه بوکس بعدش رو بزنمت. یه دونه تخته. این دیگه جا نمیشه. این تخت نمیشه. خب از اینو بده بچه. بذارید اول ویدیو آنچه خواهید دید رو بگم. نه آنچه خواهید دید بچه توی تامنیل دیدن. دیدن؟ بله گذاشتی؟ بله فکر کردی. این بچه مثلا براتون داره آپلود میشه. هنوز که کامل نشده. داره آپلود میشه. یعنی یه دقیقه صبر کنیم بچه ها. آلتون ستاره. خب بچه ها راستی شماره هم داریم. خود دست سازه. خود دست سازه چی؟ من یه صدایی داشته باشه. گاردی سر رو بزن داداش. قراره یه سی اینجوری بخوره بشه بره. دست نزار لطفا این پایه. من نمیدونم قراره با این موتور و این زنگش که اصلا صدا نداره چیکار کنی؟ آخه تو میخوای چیکار کنی؟ یه چیزی اینطوری تا 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 تا. خب بوکس بده زحمت. نه خودم. نه آقا بده. بگو خودم بیا. آقا کار دارم بده. سراغکاریش من باید بدونم کجاست. من میگفتی همون جایی که میخواسته من برای سراغ میگردم. بچه کجا سراغ؟ خودش من بچه ها رو بگی داداش. من چرا؟ کجا رو سراغ؟ خب سه تا شد. تو بزن یکیشون. یه دقیقه صبر کن منم کجا میخواستم سراغ. یه سوراخ رو برای من بذار. اینو بگی. نگاه کن. دادنشو فقط یادم. یا بله. بپیچونمش؟ نه آره بپیچونش. این متز اینجا سر متیز شکسته. داداش بچه ها واقعا ببخشید. این مشکل داره. تقصیر ما نیست به خدا. پس باور کنید. اینو من چجوری جا بدم؟ همین جا دادم. خب هم جاش درسته دیگه ایشالله. جاش درست آره جاش داشتی. الان درسته. برعکسه داره میکنه. وایسا شله. خب چرا میبستن همینو میگه شله؟ خب مورش شد از اون لحاظ. بریم. جاش درسته؟ آره اینجا چه داری کجی؟ اوکی حالا. خب باش. بچه ها رو ننداز. اوکی بسه بشه صفر شد. نمیخوای بیشتر ببندم؟ نه اوکی. میگم ایلیا خب الان هیچ به این کجا صدا خوبی نداره. گوشون چسبیده. یه ذره شلترش آره. کنم. نه اینجوری که در نمیاد. خب بگم شلش. حالا خوب شد. این به چه یردی میخوره؟ چی؟ یه رو آوردمش. چرا ما پایه هم داریم؟ برش کن. اما من نیاز به این پایه دارم.
چیکار میخوای بکنی؟ هیچ میخوام من خودم بازی کنم چون من نمیدونم برای چی آوردی داخل این ویدیو دارم من اینجا هیچ کارم بیا مهره بگی پیچم بگیر نصف کن کجا؟ تو کدوم سوراخ؟ اینو سفتش کن بزن هیچ سوراخی هم نداره سرمت تا سوراخ میکنم خود چجوری اینو من الان قرار سوراخش کنم؟ خودی سوراخ میکنه سرمت تصویر پیچم بابا دارم میگم با این نمیشه این میگه فلانه بیا داشت سوراخ میکرد اینه مطلب چجوری برش میاری؟ فشار بده آهنشو دستشو؟ آره شو لیلیا نه اوکیه خب بده ببینم اینجاشه خب آره این که شده نه اینجاشه که داشتی میزدی اوکی یکی این پنیر میزنه آره خب متاست مطمئن حالا شکسته بیا ایلا یادم یه کاری میکردی ها درست شد خب بیا اینجوری بیشتر حال میده بچه ها هادی خودش تو دوربین جا نمیشه طوره نه دقیقه صبر کن تو دوربین اصلا نیست ای بلی اینجا رو داداش خب بذار اول اینا رو سوراخ کنم جاشونو بیا نزن حالا بزن خدا وای سادم بعد کچم زادی میگم جا نمیشه بچه ها ببینن مته بزرگه از اون در میاد زادی بذار یه دقیقه برای بچه ها من اینو صافش کنم ایلیا خوردم با این بچه های گلش خب نمیدونم بچه ها من خب الانم والا فکر نکنم ببینم الان من میبینم برو من گریشم سراخ کنم یه دوتا بسشه سراخ کنی چندان نمیشه باش قشنگ سیخ ما که اینو بعدا میخوایم من چرا دارم برعکس میزنم من فشاری بزنم ولش کن داشتم برعکس میزنم بریم که من دارم پیچاشو جا میزنم همینجوری فعلا چرا؟ بیا رادین بده پیچ وسطی رادین نگه تو تصویر وای نسو بشین رادین کلت قشنگ رو تصویره خب بعد اینجوری کار کن طوری نیست خب اینجوری دستم کنترل کافیون باشه ما این صفحه ها رو ببندیم ما این سه تا پیچ ببندیم برمیگردیم بست نشون قرار زمانی که اینا رو ببندیم پلی کنیم بعد قبلی نکنیم بچه فعلا داریم حالا این صفحه رو میبندیمش سمت دیگهش هم سیف کنیم این بچه میشه که پای موتورمونه تازه نیم نظرت الانم دیگه استاپش کنیم زمانی که اینو بست آره بذار یه پیچش رو ببندیم حالا بستم نه منظورم اینه با اینه بیا صفر خب بچه ها ما اینا رو ما سه تا این پیچا رو ببندیم برمیگردیم 1000 دیگه تو 400,000 رو دیگه بکنش 1000 قطعا 400,000 نیست قطعا بست برو بابا این مهره بسته شده بازم نمیشه ای خدا کدوم مهره ببین بذار کاره انجام ویدیو رو قطع کن فعلا داداش سلامی دوباره خسته شدم ایلیا خب بچه ها گناه خدایی که یه دیدن سری دست تو گوشش بود خب بدبخت شهید میشه میگم اول ویدیو بزن هشدار صدای بلند اگه هنسیری چیزی دارین در بیارین جدی میگم اول ویدیو چیزی بگو یا بذار داداش اینا هی پاتو نزن به من پامون بالاه چجوری پامون بزنم به اون این تهمت میزنی چرا؟ دیگه وای نمیشه بچه اینا رو تنظیم کنیم بچه شعار درست کردیم دیگه یه شما رو درست کردیم بچه شما خراب بود درستتون کردیم ساعته داریم
بچه تلاش این از این بچه میخوام الان موتورشو ببندیم. بچه راستی رادی اینو توضیح بده چیکار کردیم اینا؟ ما رفتیم اینو پیچشو عوض کردیم، رفتیم پیچ و ایناشو عوض کردیم چون اندازش اندازش که اینجا بود میله اینجا میچرخید نمیخورد به این که اینجوری صدا بده. ما رفتیم دنبال پیچ کشتیم، یعنی چیز عجیبی رو پیدا کردی لیو خان. یه 2 تا پیچ پایین 2 تا پیچ بالا بستیم و این اومد بالا. ما با پیچ کوچی ساده صفر کن. نه کجا دیگه پیچ کوچی ساده آزمت رفت. بچه ها پر شدن رفت. نخور به این. بیا بچه ها میخوان ویدیو در برن. بچه ها اگه این ویدیو رو دوست ندارین کامنت بذارین، ما دیگه از این ویدیو نذاریم به جز شوخی. نه ها فهمیدی چی گفتم؟ بله. لیو خان تو فکر هستم، دارم فکر میکنم در ادامه ویدیو چه خواهی دید. بله دقیقا. خوب گفتی. آفرین. خوب گفتم. آفرین برای دیتی که نمیبینین من این پیچه رو باید دم دستم باشه، من این بر نشستم مثلا رادی زمان پا نشو از اینجا کلت میره تو بچه ها. میبینید بچه ها؟ اوکیه بچه ها برزارید یه نمای دیگه هم نشونتون بدم. خیلی قشنگه اصلا. چیزی داریم ما بچه ها پام چه شد؟ قطع کن. خب بچه ها بریم مثل پیدا کنیم و بیایم پیس اوت. خب چه زنده میاریم؟ بچه ها قدش نکنیم اسمانی شدم بچه ها قدش نکنیم مثل این میاریم حالا. خب اندازه بدونم قدش نکرده بودم داداش به بچه ها آروم قدش نکردم. الان بچه ها ارتباط خیلی بالاه. ببین یه میله طور پیدا کنی این یه ذره قطرش زیاده. قطع کن فعلا داداش. نه بچه ها ببینن کل ویدیو. ببین مثلا نگاه کن چه چیزی ایلیا قراره یه چیزی بسازه. خیلی صدا البته داره این میده. بعدا من قصد نمیده میکنیم بعدا تمام تلاشمون رو میکنیم که زمانی که مثلا یکی دست بزنه به یه چیزی این شروع کنه چرخیدن. سنسور دارم. بله میخوام همین کار رو انجام بدیم. الانم میخوام بله. آها تنظیم انجام بدیم. بله ایلیا جان برای ما هیچ چیزو توضیح نمیدم. آره زیاد توضیح نمیدم برای بچه‌ها. وصلش کن به این اگه میتونی. هر کی دست بزنه به این چیز شه زنگ بزنه. میتونی؟ نه نمیشه؟ میتونم. سخته خیلی سخته زیادی سخته. همون کار زیادی سخته هم انجام بده. میگم این میلا نداری؟ جدی؟ دارم. نگاه چون اینگه در خودم دارم ویل میتابم. والا ایلیا داره میچرخه داره یه چیزی پیدا کن. بچه ها فکر کنم خسته شده سه دارم دیوار رو نگاه میکنه. بچه به حرفای قشنگ من گوش بدید. بچه راستی لایک و ساب یادتون نره. اول ویدیو وسط ویدیو آخر ویدیو چک کنید ببینید لایکتون باشه چون یوتیوب بعضی اوقات لایک ها رو میپرونه. بعضی موقع همیشه بعضی موقع همیشه بعضی موقع اشتباه میگه همیشه سببش. اشغال صفاسیتیه با قدیم قطعش میدونی؟ زحمت داداش. نه یه پیدا میکنیم. خب بچه ها الان سوالتون اینه که چرا اینجا ریختا پاشه اول از همه. بچه ما همزمان تمیز بود یهو پوکی ما داریم همزمان دو ویدیو رو ضبط میکنیم. الان رادین داره اون ویدیو رو که دیگه داره میکنه. الان پشت صحنه اون ویدیو فعلا دارم جمعش میکنم. آره خطرناکه. منم الانه اینو درستش کردم بالاخره. بریم برات اسمش بچه من کم بچه این هم اینجوری الان کار میکنه. و بله بچه من میگم یه درستش کنم و بیام. پیس اوت. خب بچه
خب آقا من اینو درستش کردم قشنگ. فقط یه چیزی مونده، اونم اینه که بردش رو روش نصب کنی. بله مثلا من اینجا رو مرتب کنم. اصلا وضعیت رو داری وایساده سر کار داریم کار انجام میدیم. ببینید که ما داریم کارهای ایمنیش انجام بدیم به بچه‌ها. این آقای رادینه. خوب است. ببین کارهای ایمنی ما به فکر خودمونیم. بچه شما داشتین ما همچی چیزی جلومونه اونجا وسیله ریخته اینا. خلاصه که اینم خود داشتونه. سلام علیک. چطوری بچه؟ رو نگاه میکنی؟ دوربین رو نگاه کنه. سلام. بچه بریم به حالت اولیه برگشتیم. صاف شدیم حالا. خب بچه ها حس میکنم ویدیومون رو دوست ندارین. خیلی اصلا دلیلش رو بگم؟ میدونم. آفرین دقیقا همونه دلیل. به دلیل حالا بچه ها شاید فکر نکنن اون چیزی که ما فکر میکنیم به خاطر اینکه هی پای در میره مونوپادای در میره ما فکر میکنیم شما میخواین در برید. یعنی بس ایلیا میگه چرا بچه ها میخوان برن من اینجوری فکر کنم. واقعا بچه میخواین درین؟ قبل لایک و ساب بذارید. اگه میخواین درین لایک و ساب یادتون نره. حالا ما تیکه های ویدیو رو سریع میکنیم کات میزنیم. الان ما این ویدیومون حداقلش فکر کنم الان 3 ساعته به پای ویدیو. نه یه ساعت نه شاید مثلا 1 ساعت و نیمه واقعا. چون ما خیلی اصلا 3 ساعت و نیمه داریم میگم 3 ساعت 1 ساعت و نیمه داریم کار انجام میدیم و شما اگه بخواید لایک و ساب و یه کامنت ریز بذارین کلا شاید اصلا حتی 1 دقیقه یه طول وقتتون رو نگیره. 3 دقیقه چی؟ یه دکمه و یه اصلا رو ویدیو کلیک کنن بیان پایین دست راست آدرس دست نه بچه ها ببینید وقت شما رو شاید اصلا کمتر از 30 ثانیه بگیره. شما فقط قراره 2 تا دکمه و 4 تا حرف بزنین. اصلا نیاز نیست چی بنویسین. بچه اصلا برای بزنین. آره برای اینکه پیشرفت کنه چنل اصلا نیازی نیست چی بنویسین. حتی میخواین فوش هم بنویسین فوش بنویسین. فقط بچه‌ها یه چیزی اگه میخواین تو کامنت میتونین البته تو کامنت ها بنویسین. رادینو بیشتر تو ویدیو بیارم یا نه؟ آره این بیشتر خودم هم تو ویدیو هم آخه اگه دوست داری رادینو خود ویدیو میاریمش. بچه صدای قبلش با بعدش هیچ فرقی نداره ولی حالا من نشونتون میدم. این صدا قبلش که شنیدینم بچه الکترونشو که رفته نسوزونیش. تیز کردی لیا. نه مالو چیزشه جرقه چیزشه جرقه معکوسشه. الان بچه ها میگورخن تو خودشون. ایلیا جدی با این آدم ها شوکر درست میکنه. آره به کار خیر میتونی استفاده کنی کار خلاف میتونی استفاده کنی. شوکر دقیقا یه همچه چیزی. به کار ویدیو سازی میتونی حداقل استفاده کنی. آره بچه فکر کنم خیلی میکروفون رو داریم نزدیک میگیریم و حرف میزنیم. حس میکنم تا الان چر شدیم چون من حالا من صدا ویدیو رو اوکیش میکنم چون من و ایلیا تا حالا با این کار نکردیم. من زیاد با این کار نکردم. نه حالا من که کار کردم 2 تا ویدیو با این گرفتم. ایلیا شاید مثلا یه 2 تا گرفته باشه ولی هنوز فکر نکنم ایلیا با همون 2 تا هم کارو آره بالاخره هنوز قلق این دستمون نیومده که کجا بذاریمش. چقدر بلند صحبت کنیم چقدر آروم صحبت کنیم. مخصوصا ایلیا که میذاره دهنش داد میزنه این مشکل ایلیاه برای خب ایلیا الان اگه یکی جدی هنز فری داشته باشه داخل تامنیل ویدیو هم بنویسه. آره اون کم کن اگه هنز فری داری در بیا و اول ویدیو توضیحات ویدیو دقیقاً توضیحات ویدیو. اصلا من بچه داریم برد الکترونیک دوش نصب میکنم. رادین ندیدی؟ نه من ندیدم. برو دارم نصب میکنم. این ور دنیا برام هر خودم بازی میکنم ایلیا ور داره تلاش. آره اصلا آره الان بچه خب بچه یه آدم وارد که ما مجبور شدیم وسط حرفمون بچه من دارم سیم کشیاش انجام دارم دیگه. این تیکه بعد الکترونیک خونده باشین تا بفهمید چی به چیه. یه برو بابا
که هرچی ما میگیم و برعکسش خودت میگی. ولی تایمر بزنم یا نه؟ مثلا وقتی که مثلا یه جسم میاد دید مثلا 3 ثانیه بعدش روشن بشه. بذار 3 ثانیه بعدش قطع بشه. باش 3 ثانیه نه، بذار 10 ثانیه بعد قطع باش اوکیه. بچه داره انجام میشه. رازی خیلی خسته ای ما هر دومون. من بدبخت دیگه هیچ کاری نمونده. من خیلی خسته. حداقل بیا رازی اینو ببین جذابه. چیش جذابه؟ 4 تا دکمه سیم وصل میکنی آخه. تو بگم ببین کم بلد شده داشت. چی شو بلد شد؟ همونجا داری سیم وصل میکنی چیزی نمیگی. تموم شد والا تموم شد. آخه بچه نگاه کن من الان چیه اینو میخواست به من نشون بده دقیقا چیه اینو. بچه بذار ارتفاع رو کم کنم. داداش حالا این دیگه معلوم نیست اینه. نه اوکی اینا چش. چه اینجوری ما نگرفتیم ویدیو؟ عزیزم داداش نکن. بچه همچین سیم کشی داره. اگه برد الکترونیک دارید داداش برو اونور. یه لحظه دنبال این کنترلم. بچه همچین چیزیه. خب ما میاییم بالا. کنترلر گذاشتمش اونجا. گذاشتمش تو طبقه گذاشتمش. اونجا گذاشتم. خب آی بچه دردتون گرفت ها. بچه ها دردشون دوربین و بچه ها با هم دردشون گرفت. خب من خامش نکن. رادین ما کجایی؟ مال موتوره مال اسنسوره. ببخشید من میخوام گاز بدم. من اصلا روها شدن ها. سه 4 ثانیه بعدش روشن میشه. 1001 خب من قرار نشه 10 ثانیه بعدشم قطع بشه. قرار انجامش میدم. بچه بعد اینجا سرعتش هم میشه بود بالا یا خب نبرش. من خودم کم کرده بودم سرعتشو. نکن داره میفته. خاموشش کن. هلیکوپتر داریم. نکن رادی داره میفته. این سرعت خوبه. افتاد. پیداش داره میفته. داداش وایسا رادی. این اصلا سرعتی نداره. خب میگم وایسا میگم داره میفته. بچه تمام 300 تلاشمون چیزی نیست آخه. درست شد. لطفاً ندادم. ایلیا این تو برق بود. فکر یه لحظه من دستم خورد. یه جون خودم قسم. مامانم که اومد میخواستم چیز قطعش کنم دستم خورد بهش. تو نگفتی؟ خواستم ضایع نشه. بچه همین ویدیو پشت صحنه میشه به حساب میاد. همه چی میتونید شما اسمشو بذاری. جلو صحنه حساب میاد به قول رادی. رادین دیگه رد بده. رادی رد داده میشه. همه چی داره به هم گوش میده. کارشو داشته باش. اوزلم سر رفت چی کار کنه؟ به باطل لیتیومیونه. میدونی چقدر خطرناکه داری به باطل برق داده. نشویز نمیبینه. بچه بیاد درقشون کنم میبریش کن. بایستا بچه بیاد درق بگیره. بره. دیدی درست نمیافته. آره سر داریم میتونیم مثلا ببندیم به این برده ایلیا رو بسوزونیم دیگه. اما کاری میشه باشه. میکروفون من بچه راستی اینجا بود. نمیدونم این همه وقتی داری منو شنیدین یا نه. آقای رادی حرف میزدم. آقای صدای منو خوب میتونستید بشنوید. داشت ور رو با این میکروفون. خب سلام بچه خوشحال باشید. چه دیگه اینو درش بیاریم دیگه خطرناک شده. خوب 1 2 3 4 بچه ها افتادن دقیقا سر تایم. 1001 ببین مثلا ایلیا
میتونیم یه کاری کنیم. حالا این درست میشه این همه که شله. بگم چیکار کنیم؟ یه تخته دیگه نداری لیا؟ نیاز به پیچ و سوراخ و اینا ندارم اصلا. چرا یکی داشتی اون موقع پر سوراخ بود. همین پشت همینه. مثلا یه تخته برای چه کاری میخوای؟ بگو. یا میتونی لحظه خوب کنی؟ تو بگو چه کاری نداری؟ تو بهت بگم چه تخته ای مناسبه. مناسب نیاز نیست، یه تخته عادی. بیا بعد میتونی پیچشو باز کنی؟ اصلا پیچ نیاز نداره. خب پس بیا با اینکه تو تصویر نمیفته. میتونی گوشی رو برداری یه لحظه بیاریش نزدیک؟ چی؟ یه لحظه گوشی رو من کارم تمام بشه زود. طوری نیست. خب منم کار دارم الان، کار مهمی هم دارم. بچه‌ها فعلا بچه‌ها شهید شدن. بچه خوب هستین؟ بچه‌ها فکر کنم بالاخره تونستن فرار کنن. نه بابا اصلا ویدیو قطع بود. 1 2 3 4 5 داداش اینو گفتم درستش الان باید بکنی. بعد اینو میتونی درستش کنی؟ کدومش؟ زنگرا پیچ پشت پیچ زیرشه. نه باید با چیز بیاریمش قشنگ شلش کنیم بیاریمش بالا. بچه‌ها رو بیار نزدیک. بچه‌ها سلام. دیگه اومدیم روی این میزه راحت ترم بودیم. بچه‌ها بخش تو سایه 5 که شاید اذیتتون کنه ولی ما داریم میپزیم اینجا قشنگ. کور کردی بچه‌ها رو. من دارم به بچه‌ها نور میگیرم. ای راست میگی. بچه‌ها ببخشید. کور شدیم. من بعد یه نگاهی به این زیر داشته باشم به بعضی اوقات. تو شما اوکی. رادین داره تعمیرات آخر رو انجام میده که دیگه وصلش کنیم. آجا این سیستم ساده شد ولی یه دونه پارت 2 داره این ویدیو. یه دونه پارت 2 داره این ویدیو. خودم قرار تکی ضبطش کنم. این قرار با سنسور کنترل بشه و برد کنترل داشته باشه که مثلا تو اتاقی حس میکنی یه نفر داره میاد به اضافه حالا همین سنسور این که نصب کردن حرفه‌ای ترش میکنن. یعنی که فرض کنید شما تو اتاقین یه نفر یهویی میاد حس میکنی همین الان زنگشو یهو میزنی. برای بچه این اتفاق بیفته بچه برم پشت دوربینم دارم دوربینا نظارت میکنم ببینم چه اتفاقاتی داره میفته. واقعا بچه ما خسته شدیم نابود شدیم بچه ها. از عصر تا حالا داریم کار انجام میدیم. یکی داره دوربین جابجا میکنه ویدیو بگیریم. بچه ما خیلی خسته شدیم دیگه. ما این همه زحمت کشیدیم یه لایک و ساب و کامنت بزنین. خب نامردا الان بچه ساعت این همه بچه های ما الان ساعت 6 ما ساعت 4 تا حالا درگیریم. فقط همین چیز ساده. نه رادی نکن رادی. میکروفون باید درش بیاری. آره خب با اون که نمیچرخونه. اوکی. میخواستم صدای این چیزا رو بچه میکروفون بچه میکروفون آی رادی قشنگ دارم از دستت قشنگ میگیرم. بچه هم 6x نه ایلی زیادی هم که چیزش کنی. یه دقیقه بچه صبر کنید. آقا رادی یه دقیقه برو اون بر ببینم داری چیکار میکنی. خب سرعت بچه ما کلا نور رو از دست دادیم. خیلی هم کیفیت نور پایین بود. مرسی از مسئولین که برق ها رو قطع میکنن. روز بعد اومدیم الان میخوایم بقیه کارامون رو انجام بدیم. رادین میخواست حالا منم باش موافقم میخوایم حالا کاری کنیم که ماژوله رو وصلش کنیم به همین دستگاهی که ساختیم ببینیم میتونیم یا نه. الان ماژول رو بردیمش زیر این دستگاه که هر کی بخواد بیاد نزدیک اینو برداره یه زنگ بزنه و نذاره که کسی برداره. من میخوام یه ایده دیگه دارم. ببین رادین من فقط دستم هست من پشت دوربینم.
ببین بین زنگ و موتور هستا یه فضای خالی داریم ما پایینش. خب اینو بذاریم این وسط؟ نه یکیشو بذاریم سمت موتور، یکیشو بذاریم سمت زنگ. 2 تا دارم من. ماشینو بذاریم وسط. یعنی چی؟ آقا ما یه دقیقه بیایم تو کادر. ببین میتونی یه کاری کنی. یه دقیقه یه لحظه بذار من یادم اول بگم. یه لحظه سلامت شو. سلام. آی کلم داره کی. یه لحظه بذار من بازش داشت برعکس ها. چرا دروغ میگی؟ داداش چرا دروغ میگی؟ میتونی مثلا رادی اینو قطعش کن. رادی خب ببین اسم اینو سفتش کنم. بده حالا پس اینو درش بیار نیازش ندارم. ببین مثلا میتونی یه تخته درست کنیم این وسط. خب که یکیشو اینجوری اینجا بذاریم، یکی دیگه‌شو اینجوری اینجا بذاریم، اینو بذاریم این وسط که فاصله اینم کم باشه، که دور نباشه که این حسابش نکنه. میدونی چی میگم؟ ببین نه اوکی فهمیدم. بذار به بچه‌ها بگیم شاید بچه‌ها نفهمیده باشن. میتونه دوربین یه لحظه بیاره نزدیک؟ چشم باشم. حالا من یه میله بزرگ میارم ولی میله کوچیک‌تر از این میخوایم، خیلی هم کوچیک. خب نبشیه رو خوبه. همین فلزیه که زدیم اینجا یه جورایی مثل همون، ولی ما حالا بزرگ میاریم که میتونی دوربینو بیاری نزدیک. بله وسط بله میکنم بتونم ببینم. اوکیه الان نزدیک. اوکی ببین اینجوری اینجا باشه ولی خیلی کوچیک‌تر از این، مثل این نبشیه که این پشت بستیم، که ما اینو اینجوری ببندیمش اینجا. خب اوکی. یکی دیگه‌ش هم اینجا ببندیم مثل همین اینجا. این میاد این وسط. یکی که دستشو میاره چون که اینجا یکی هست اینجا هم یکی هست، دوتاشون با هم سنسور عمل میکنه و این شروع میکنه به چرخیدن و بخرن. بله ایده خوبیه؟ چی؟ ایده خوبیه؟ خوبه آره. عملیش کنیم؟ عملیش که بعد رادین تو میتونی این کارای بوکسش انجام بدی، سراغ کارش من کارای بردش انجام بدم؟ آره تو میتونی فقط 2 تا نبشی برام بیاری؟ 2 تا نبشی از همون ستایی‌ها اوکیه؟ آره. خب اوکیه. بچه‌ها من یه دقیقه وسایل آماده کنیم و بیایم. 20 یه دقیقه نزن رادین. این الان این وسط باشه اصلا جای سنسور نمیشه، سنسور میچسبن توش. خب بیا ما اینو اینجا ما نمیتونیم تنظیم اساسیت. ما اینو اینجا میگم نمیشه تنظیم اساسیت با اینقدر فاصله کم انجام داد. بچه‌ها من مجبورم این کارو بکنم. آقا رادی بالای 38 تا ویدیو گرفتیم تا الان. نمیدونم چیکار کنم. با مته رو نصف کنی. رادین تا اینا صرفش میکنی؟ یه سه برای ویدیو بعدی ازت بخوام بپرسم ببینی اوکیه برای بدنش همون که قرار بود نمایشیه که بهت گفتم دیروز. این اوکیه؟ ببین اینقدر خیلی بزرگه این. مثلا این میشه یه بچهش بدنش، این 2 3 خوبه. کارتون هم میذاریم بعدش هم میریم. یه لحظه بچه‌ها من یه لحظه یه صحبت با ایلیا درباره ویدیو بعدی بکنم. بچه‌ها ما یه لحظه رفتیم برگشتیم. آقا داشتیم صحبت میکردیم یه دقیقه ببخشید. ایلیا خان چون که یه لحظه چیز شده که سوال خاصی انجام بده، نمیخواد این کار انجام بده و میخواد یه کاری کنه نتونیم این کار انجام بدیم، میخواد یه کاری کنه. ایلیا یه مشکلی ما اینجا داریم. خودت فهمیدی فکر کنم مشکل. من تنظیم اساسیتش میتونم باید کم کنم ولی خیلی نمیتونم کمش کنم. خیلی کم کنم ترانزیستورم ارور میده. حالا تا جایی که میشه کمش کن. باش تا ته بذار پیچ گوشتی بیارم. بچه شما تصویر داری؟ خب بچه من بذار یکم زومتون رو کم میکنم که هممون بیافتیم. بچه میتونید اول ویدیو و آخر ویدیو رو نگاه کنید. این بدبخت سالم بود الان سوراخ شده. میله چرا کت شده ایلیا؟ کدوم؟
ایلیا اینجا هم نگاه کن، همینجا پیچش لول میاد. آره رادی نه وسط. رادی ایلیا ما اینجا پیچمون شل. بچه یه لحظه نمیتونم خود برای این پیچه رو ببرمش، نمیشه. یه چی شد؟ نه اون که هیچی، اون که سفته. دو پیچه هست. دو پیچه بستمش. خب میدونم یکی شد. تو روی پره نگاه کن. ها روی پره. اوکی فهمیدی؟ اوکی. بچه من میام یه سمت تنظیم حساسیت خودم. یه شاید من داشته باشین، شاید هم نداشته باشین. من یکم ارتفاع رو میارم بالاتر. چقدر سخته اینو داستانه. بستی شد. آقا اینو من آوردمش بالاتر ارتفاعشو که هممون بیافتیم. یا قشنگ اینا رو سفتشون برام برادیم. آقا بسلام. خب من اینجا رو که برخوام خلوت کنم. ایلیا اینو چقدر شل شده. یه هم گرادی قشنگ سفتشون کرده. برش دارید. حالا بچه کوچولو حساسیتش رو ببری بالاتر، یه ذره. چی؟ که چیکار کنه؟ یه ذره حساسیتش بالاتر شده، مثلا یک سری برده هیچ اتفاق نمیفته. ها اوکی. یه کوچولو حساسیتش بر بالاتر. یه ذره. تیز بود. زیاد. خیلی. ببین هر وقت وصل. یه سز داشت ما هم نمی‌فهمیدیم. یه جای مشخص باید بلش کن. حالا یه کاری میکنم که 3 ثانیه بعد وقتی که برداشت 3 ثانیه بعد قطع شه. بذار 10 ثانیه بعد قطع شه. باش. جوری بهتره. باشه من برم یه چیزی بخونم و بیام. حالا. خب بچه. چون رفت رادین یه 10 دقیقه دیگه میادش. تا این 10 دقیقه که میاد من میخوام این سازه رو بگم چیکاراش کردیم چیکارا نکردیم. حالا ما چیکارا کردیم این سازه رو. چون من درست بشینم این پشت. دقیقه صبر کنید تا براتون توضیح بدم. خب بچه ما اومدیم این سازه رو تست کردیم. الان قشنگ تنظیم حساسیت و میزنه به این یعنی شور شد دوباره و صفر شه. 10 ثانیه میزنه و قطع میکنه. این الان اینجاست. دوباره تست میشه. میذاریم الکتروشوکر رو. نشد. و کاملا الکتروشوکرمون کار میده. خب بچه فکر کنم این ویدیو طولانی شده باشه. پس بچه‌ها لایک، ساب و یه دونه کامنت چرت و پرت هر چیزی که گذاشتی. من قلب شما هم قلب منی. یه دونه لایک، یه دونه کامنت، یه دونه ساب کوچیک بزنی. ببین لایک کاری نداره. تصویر رو میزنی روش یه دونه دکمه اینجوری لایک هست. اونو بزنی. صفحه رو کوچیک کنید. یه دونه دکمه نوشته اگه اینجا تصویر اسمم باشه اینجا نوشته سابسکرایب. دکمه سابم بزنید حتما که زود بشیم 1000 تایی حداقل من به درآمد برسم. حالا من اصلا این یوتیوب به کار نمیبینم و دارم به آموزش میبینم. و بچه حالا من بخوام یه توضیح کلی در مورد این بدم که شما اگه خواستین بسازین. خب این یه دونه موتوره که حالا من با صفحه‌های روبوتکس آوردمش بالا. یه دونه چرخ دنده زدم روش و یه عالمه چیزای دیگه. بچه‌ها رادین اومد. بفرمایید تو. داشتم آخرای ویدیو رو میگفتم. نبودی. و یه دونه حالا از همین زنگای دینگ دینگ از همین زنگاست
حالا من به جای محور از پیچ متریک استفاده کردم. همه جا هست، باش نکن پیچه. خب اینم که مال برد روبوتکس. اینم که باتری های 12 ولت DC هست و این تخته ها یه دونه سنسور IR و هیچی دیگه نداره. این ما هم اومدیم اینجا توی اینا تایمر گذاشتیم و به کمک تایمر داره این اتفاق انجام میشه. داده آره مثلا یکی اینجا میاد، مثلا شما موشه خوابیدین نمیخواید مثلا کسی دست بین بذاره، اینو میذارید اینجا یه وسیله خطرناک چیزی میاد اینو برمیداره. نه اینجا رو باید بچه‌ها راستی من این گارده رو حالا تو ذهنم هست که من اینجا قرار بدم که این اینجا باشه دیگه این بگیره باشه. خب اینو بذار خود اینجا خدا رو چی پرید؟ نمیدونم این چه شد بیا درست شد. خاره چی بود حالا؟ این برای اینه که این در نیاد اینجوری بره. درک زدی؟ خب آقا بیا تستش کنیم. سیمه بس نیست بابا میگم 3 ساعته بود. بایستا من بچه ببینید مثلا شما اینجا خوابید، شما اینجا تخته شما خوابید یکی اینجا بیدار نیستید، بیدار تو سر من این صدا زنگ آیفون 6 بچه شما میتونید این تیکه رو هم بپوشونید که فقط همین تیکه باشه. چیزی میخوام به بچه این جرق بزنم اونو دوباره بیا اینجاست رادی عادی اینا بوکسن. بیا یه لحظه سر فیلم برداریم. یا خب بچه ها به پایان ویدیو رسیدیم. این لایکاسا بله این لایکاسا رو بزنید، یه دونه کامنت کوچولو بذارید. ببین آره فوش خاصی بدی بده، من چیزی نمیشه. آقا همین تصویر رو بزن روش، بیا پایین یه دونه لایک اینجوری گذاشته همین روش بزن. رو تصویر 2 بار بزن. آره این هم میشه. نه این برای یه چیزه شورتیه. اینجوری باید بیای پایین، همین پایین یه دونه لایک نوشته اینجوریه، اونو بزنی بغل عکس من. دنبال کردن یا فالو هم آره ببینی بغل عکس من اسمم نوشته، یه دونه سابسکرایب یا دنبال کردن نوشته، اون دشمرم بزنی. بعد بیاین پایین یه دونه علامت پیامکه یا بعضی هاشون هم نوشته کامنت، یه دونه کامنت بذارین، حرف خواستین بذارین، هر چیزی که خواستین بذارین، طوری نیست فوش، هر چی خواستین بذارین. برای پیشرفت پیجمونه بچه نتیجه هم که دیدین. ما میریم سر یه دونه ویدیو دیگه و پیس.